الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. عمل زنبور نمونه ابرت است. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. معامله و خلق نیک در هر کار تأثیر می بخشد و باعث پیروزی شما می گردد. اما با معامله بد هیچ گوهری مقصود به بار نمی آید. نرمی در خطاب، تبسم زیبا از صدق دل، مرغوب ترین حرف خوش هنگام واخوری جامه زیباست در تن انسانی سعادتمند. و این یکی از صفتهای بنده مؤمن است که به زنبور عسل مانندی دارد. زنبور عسل پاک می خورد و پاک استخراج می کند و وقتی به برگ گلها می نشیند شاخه گل نمی شکند و حتی برگ گل را آزار نمی دهد. آره، الله به خوش گفتار و خوش رفتار هرچی می خواهد می دهد، اما به سخت زبان و بددهان نعمت دنیا را دریغ می دارد. حالتهایی هست که اگر نفر به نزد جماعه برود سر همگان خم، چشمها انتظار و دلها بیقرار می شود، زیرا این گونه انسانها خوش معامله هایند که در حضور خداوند و بندگان او دوست داشته شده‌اند، زیرا در گفتار و رفتار و حتی از نگاه های بیغش و پرمهرشان پیداست که نور خداوند در دلشان چراغان است. ولی لذا همه تشنه سخن و یا یک رفتار و سکنات این گونه افرادند. بیشک چنین شخص در همه جا پیروز است. حرف او را کسی به زمین نخواهد گذاشت، زیرا خداوند همیشه با چنین نفران است. از آمدن چنین شخصان همه خوشحال می شوند و در وقت نبودنشان دعای جانی برای آنها می کنند. این سعادتمندان دستور دارند که در حیات خود تطبیق می کنند و آن دستور این است. خداوند می فرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان. و نیکی و بدی برابر نیست، با خصلتی که آن بهتر است جواب بازده. آنگاه ببینی که آن کسی که میان تو و میان وی دشمنی است گویا دوست قریب شده است. سوره فصلت آیه 34. و چنین افراد هنگامی که بین دو نفر جنگ و خصومت و کینه‌توزی است، با خصلت خوب و خوشترین کلامشان می توانند میان این دو دشمن گلخن دوستی را برافروزند، بدیها را برکنار و محبت را میان آنها می پاشند. هر کسی به نفری خوش سخن و خوش رفتار و خوش معامله سخن بدی هم گوید، آن سخن به گوش او نمی رسد. خداوند حرفهای قبیح را دور می سازد و این گونه آدم را از کل بلاها خودش نگهبانی می کند. از این گونه نفر کسی ضرری نمی بیند و ایشان همه شادند، زیرا از آنها زیان به کسی نمی رسد، بلکه فایده ایشان چون اصلی زنبوری اصل به همه دسترس است. و خلق نیک به مانند استخراج اصل است که بندگان خدا از آن بهره‌مند می شوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: مؤمن شخصی است که مردم از او در امان باشند و خونها و مالهایشان از او در امان باشد. و در جای دیگر فرمودند: الله به من امر کرد که کسی از من دوری جوید به او نزدیک شوم، عفو کنم کسی را که برایم ظلم کرد و طعام بدهم کسی را که به من طعام نداد. بله، این گونه آدمان غضب فرو برندگان و عفو کنندگانند. خوشا به حالشان که خداوند این گونه بندگان را دوست می دارد. خوشا به حالشان که با این خصلتشان همیشه در تنجی و آرامی عمر به سر می برند. خوشا به حال ایشان که در آخرت هم با این سبب گناهانشان عفو و سزاوار بهشت عنبرسرشت می گردند، بهشتی که میانش دریاها جاری‌اند. برادر و خواهری عزیزم، پس سوال به میان می آید: آیا ما از جمله چنین شخصان هستیم؟ اگر باشیم خوش به حالمان و اگر نباشیم حرکت کنیم که از جمله آنان بگردیم.
و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا.